گروه هنری بیب تقدیم می کند. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنونده عزیز. به سری داستان‌های مطب خوش اومدید. اگر این اولین دفعه‌ای هست که گوش‌هاتون رو به صدای ما می‌سپارید، چند ثانیه‌ای به مقدمه گوش بدید تا به طور کامل متوجه بشید با چه چیزی طرف هستید. و اگر بار اولتون نیست که وارد مطب ما میشید، میتونید بزنید دقیقه 2 تا مستقیما وارد روایت این قسمت بشید. با سری پادکست های مطب ما شما را به صورت نامرئی وارد جلسه حضوری یا مجازی بین مراجعه کنندگان و مشاور میکنیم. برای حفظ حریم فیزیکی و معنوی مراجعه کنندگان بنده سوالات و جملات افراد رو براتون بازگو میکنم، ولی جواب هایی که میشنوید مستقیما قسمت های مهم و قابل توجه از صدای ضبط شده مشاور ما با نزدیک به 2 دهه مطالعه و تحقیق و تحصیل حول مقوله های جامعه شناسی، روان شناسی، جرم شناسی، فلسفه و منطق هستش. به همین دلیل اگر حین گوش دادن بعضی مواقع حس کردید جمله ناقص بیان شده یا وسط صحبت‌های ایشون کات خورده، علت این امر حذف کردن صدای مراجعه کننده بوده است. در این قسمت از مطب مراجعه کنندگان یک مادر به همراه 2 فرزند خود هستند. علت رجوع به مشاوره نگرانی خانم از رفتار 2 فرزند خود است. این خواهر و برادر هر دو چند سال سابقه ورزش رزمی داشته و همین باعث شده که خلق و خوی بسیار خشن داشته باشند، در حدی که هر دو در سطح شهر و تعامل با افراد غریبه رفتاری مهاجم، خشن و آماده نزاع دارند. خب بذارید من یه چیزی رو اولش خدمتون عرض بکنم. بین شجاعت و حماقت فرق هست. خیلی شبیه به همن در نگاه اول، یک مرز خیلی باریکی دارند، ولی اینکه کدوم کدوم وره این مرز باشید خیلی توی نتیجه و عواقب داستان تفاوت و تأثیر داره. بخوام براتون مثال بزنم، من فکر کنید نشستم توی پیکنیک و یه میوه یا غذای شیرینی کنارمه و 3-4 تا زنبور میام. با علم بر این که زنبور جزء حیواناتی هستش که احساس ترس توی یه موجود دیگر رو میتونه حس بکنه و به همین دلیل نیش میزنه، من نمیترسم، واکنشی نشون نمیدم، کاری باشون ندارم، اونم کاری با من ندارن، میرم. این میشه شجاعت. من اگر همین واکنش رو زیر یک کندوی زنبور نشون بدم، من احمقم. یک مثال دیگه که براتون قابل لمس تر باشه، یک بزرگراهی هست، سرعتش تابلو زده 80 کیلومتر. من اگر 90 تا توش رانندگی کنم، به رانندگیم، به سرعت واکنش نشون دادنم، به علمم، آگاهیم، تجربه‌ام، به همه چی اعتماد دارم، یه ذره دارم سریعتر میرم، حالا به هر دلیلی، و من یک انسان شجاعم. من اگر 130 تا تو اون بزرگراه برم، من یک احمقم. انسان شجاع خیلی فرق داره با یک انسان احمق و همشون هم توی عواقب و پیشامدهای مواجه با مسائل مختلف تعریف میشه. یعنی اینکه یک فرد در مواجه با یک موضوع، فرض رو بر این میگیریم که 20 مدل اتفاق ممکنه براش بیفته و از اون 20 تا 9 تاش ناگوار هستند. یک انسان شجاع از اون 9 تا اتفاق بد 7 تاشون رو میدونه چیه، براشون آماده است، میتونه حدس بزنه، میتونه پیش بینی کنه، تجربه داره، آگاهی داره، هر چیزی، و 2 تای دیگه شو خب نمیدونه.
این میشه یک انسان شجاع. ولی میدونه که ممکنه 2 تا دیگه هم باشه. یک انسان احمق تو همین شرایط فقط 2 تاش رو میدونه و حتی این به ذهنش نمیاد که 7 تا اتفاق بد دیگه هم ممکنه بیفته و این اصلا براشون آمادگی نداره. در تمامی مراحل زندگیتون انسان‌های شجاع باشید. دور از جونتون احمق نباشید. شجاعت همیشه خوبه. این رو خواستم اول بحث بهتون بگم تو هر زمینه. حالا میخوام برم سمت موضوعی که مادرتون رو اذیت کرده و تصمیم گرفته که من در خدمتتون باشم. اول با گلپسر عزیزمون صحبت میکنم. من نمیگم دعوا کن، اصلا این قضیه رو تایید نمیکنم. نزاع خیابانی، برخورد فیزیکی، دعوا، هر چیزی آخرین راه حله. یعنی در شرایط این اتفاق ممکنه بیفته که هیچ راه حل دیگه‌ای وجود نداره. برخورد فیزیکی اجتناب ناپذیره، وگرنه همیشه راه حل‌های بهتری وجود داره. من تایید نمی‌کنم این رو که باید وارد یک نزاع بشی، ولی تو یک موجود مذکری. برخلاف تصور مادر گرامیت و برخلاف خواستش، بالاخره یک روزی در زندگیت وارد یک برخورد فیزیکی با یک فرد دیگه خواهی شد. هیچ مردی، هیچ پسری، هیچ موجود مذکری وجود نداره که بگه من در تمام بازه زندگیم با هیچ فردی برخورد فیزیکی نداشتم. چنین چیزی اصلا انگار جوک گفتیم وقتی بخوایم همچین چیزی رو بگیم. یه حرف فوق‌العاده مسخره‌ایه. پس این اتفاق خواهد افتاد، حداقل یک بار خواهد افتاد. خب چیزی که من میخوام بهت بگم اینه که در 4 مورد وارد برخورد فیزیکی نشو. دقت کن، در همه موارد باید سعی کنی که این اتفاقی نیفته، ولی زمانی که اجتناب ناپذیره در 4 مورد وارد برخورد فیزیکی، وارد دعوا، وارد نزاع نشو و هر کدوم واسه توضیح میدم چرا. 1. با گروه دعوا نکن. یه مستندی من داشتم میدیدم خیلی سال پیش در رابطه با زندگی مورچه ها و موریانه ها بود و خب کلونی هاشون رو نشون میداد، نژادهای مختلف، هر جای کره زمین میرفت، جنگل، کوه، صحرا، دشت، فلان، مورچه های مختلف رو نشون میداد، هر کدوم چه غذاهایی میخورن، چه شکلی زندگی میکنن، اصلا چه شرایطی دارن. و یه چیز دیگه هم که نشون داد اینه که چه خطراتی این مورچه ها رو تهدید میکنه. کلا در تو زندگی مورچه ها بود. یه جاییش یه مورچه رو معرفی کرد به اسم مورچه سیافو. این مورچه گوشت خواره، یعنی دونه گیاه و حشرات و چندان برگ و فلان و اینا جمع نمیکنه، گوشت میخوره. واقعا عین ببر و شیر و پلنگ و اینا گوشت خواره. خیلی هم سایز بزرگی داره و یه جایی یه مورچه خوار رو نشون داد که خب علاوه سایز چیزی حدود بی اغراق 1000 تا 10,000 برابر، حتی 1,000,000 برابر یک مورچه است و غذاش مورچه است، اسمش مورچه خواره. میره سراغ یک تنه درخت و خب مورچه خوارها باید زمین، سنگ، تنه درخت، هر چیزی رو با چنگالاشون بکنن تا مورچه ها بریزن بیرون و شروع کنن اونها رو با زبونشون شکار کردن. این کارو میکنه و اون تنه درخت که باهاش مواجه شده بود مورچه های سیافو بودن. شروع میکنه به خوردن. هر یه زبونی که میزده 20 تا 30 40 50 حالا هر عددی مورچه رو میکشیده بالا و میخورد. مستند میره یه جای دیگه، میره یه سری مورچه های دیگر رو نشون میده، کات میخوره انگار، میره یه جای دیگه و بعد 5-6 دقیقه برمیگرده دوباره سر همون لوکیشن. مورچه خوار افتاده روی زمین، شکمش شکافته،
2-3 تا دنده هاش معلومه، چشم نداره و بدنش پر مورچه است. موجودی که غذاش مورچه بود توسط مورچه های سیافو خورده شد. با گروه دعوا نکن. این قانون اول. شرایط دومی که نباید وارد نزاع بشی، یه ژنرال هست به اسم ژنرال آیزنهاور، اگر درست دارم بگم تلفظشو. ژنرال آیزنهاور بعد از جنگ جهانی دوم در زمان جنگ سرد یه جمله‌ای داره، تربیت کننده کماندوه، یک جمله‌ای داره میگه هر موقع خواستید سربازانی داشته باشید که تا آخرین قطره خونشون برای شما بجنگند، بهشون بگید که زنهایشان در خطر هستند. مردی که برای دفاع از یک زن، از یک دختر داره با تو مقابله میکنه، این مرد به طور کامل تحت تاثیر هورمون‌ها و غرایز بقا هستش. با این فرد وارد نزاع نشو. تو هدفت کشتن طرف نیست، ولی اون هدفش میتونه چنین چیزی قرار بگیره. چرا؟ چون یک مرد وظیفه‌اش و شرایطش در اون حالت دفاع از اون زن هستش، از بین بردن عامل خطر هستش که تو میشی اون عامل خطر، چه به درست چه به غلط. و بعضی مواقع یکی از راه‌هایی که شما میتونی یک عامل خطر آفرین رو دفع کنی، از بین بردن خود اون عامله. با این فرد هم وارد دعوا نشو. حالت سوم، با کسی که خب نزاع و اصطلاحاً دعوا و هر چیزی، مبارزه، همون اول یهو نمیافتید به جون هم، که یک سری صحبت ها قبلش میشه، یک سری فحاشی ها میشه، یک سری الفاظ رد و بدل میشه. با کسی که در حین رد و بدل کردن اون کلمات، در حین کلکل کردن، در حین قلدری کردن تو اصطلاحاً، کاری که داره میکنه رو قطع نمیکنه، وارد مبارزه و دعوا نشو. اون فرد یه چیزی داره در اطرافش، دم دستش، کنارش، در درون خودش، هر چیزی، یه چیزی داره که بهش چنان اعتماد به نفسی داره میده که توی مبارزه با تو پیروز خواهد شد، که کاری که داره میکنه رو متوقف نمیکنه. مثلا یک فرد رو در نظر بگیر داره سیگار میکشه و تو شروع میکنی باش بحث کردن، هر چیز، سیگارش رو خاموش نمیکنه، همینجوری داره نگات میکنه و همچنان داره خیلی عادی سیگارش رو میکشه. یک فرد رو در نظر بگیر داره با گوشیش بازی میکنه و تو شروع میکنی به کلکل کردن، صحبت کردن و سرش رو تو گوشی بیرون نمیاره. داره لاستیک عوض میکنه، تو شروع میکنی باش بحث کردن، همچنان به عوض کردن لاستیکش ادامه میده. و در 99% مواقع این واقعیه، یعنی اون فرد در اون لحظه این به ذهنش نمیاد که من بخوام همچین چیزی رو تظاهر بکنم که تو فکر بکنی من اعتماد به نفس دارم. نه، اون چنین چیزی توی ذهنش رد نمیشه. واقعا یک چیزی هست که بهش این توانایی رو میده که توی مبارزه با تو پیروز خواهد شد. با این فرد هم وارد نزاع نشو. این 3 موردی که بهت گفتم مواردی هستند که مشکل ساز میشن، خطرناکن، ارزشش رو نداره. مورد آخر، اگر همچین چیزی دیدی، یا فرار کن یا شروع کن التماس کردن، محبت کردن، هر چیزی. طرف مقابلت رو اجازه نده حتی 1% بخواد وارد برخورد فیزیکی بشه. با مورد 4، با علمی که الان دارم بهت میدم، دارم جونت رو نجات میدم. یک فرد رو در نظر بگیر تو همون مراحل اولیه برخورد کلامی و هر چیزی مواجه شدن باهات، داره میلرزه ولی فرار نمیکنه.
مثلا پاهاش داره میلرزه، صداش داره میلرزه، دستاش داره میلرزه. تو داری لرزش رو در ظاهر این فرد میبینی، ولی فرار نمیکنه، همچنان سر جاش ایستاده. اون لرزش ناشی از ترس نیست. اون لرزش به علت ترشح بیش از حد هورمون آدرنالین در خونه. موقعی که چنین اتفاقی میفته، یک سری وقایع، یک سری اتفاقات در بدن فرد طی کمتر از 20 ثانیه روی میده. اول آدرنالین ترشح میشه، بعد تپش قلب میره بالا، تنفس ها تند میشن که قند و اکسیژن رو برای فعالیت ماهیچه ها بتونن برسونن. دهان طرف خشک میشه که موقع نفس کشیدن، موقع فعالیت سنگین، بزاقش به گلوش نپره، اصلا سرفه نکنه. مردمه که چشم ها گشاد میشه، دید طرف گسترده تر میشه. خدمتت عرض بکنم که قند خون میره بالا، چون بدن توی فعالیت های سنگین قند مصرف میکنه. وقتی این چند اتفاق افتاد و مرحله آخر میشه قند خون که رفت بالا، مغز خودش رو خاموش میکنه و کنترل بدن رو میسپره به قسمتی از خودش که ما بیا اسمش رو بگیم قسمت بادومی مغز. وارد الفاظ علمی نمیخوام بشم، بیا یه قسمت اندازه بادومه. کنترل بدن رو میده به اون قسمت غریزه مغزه. وقتی داد به اون قسمت، یک اتفاق دیگه میافته و تو فرصت داری تا این اتفاق نیفتاده شرایط رو بخوابونی و اون فرمان ترشح بسیار بالای هورمون تستوسترون هستش. هورمون تستوسترون یک هورمون خیلی مهاجمه. همه این اتفاقا با هم یعنی چی؟ یعنی فرد مغزش خاموش میشه، بدنش تبدیل به یک ماشین کشتار میشه و فقط یک چیز رو میفهمه: بکش تا کشته نشی. در تمامی جرائمی که ثبت شده در تاریخ، در نزاعهای خیابانی به عنوان قتل غیر عمد، قاتل وارد این شرایط شده بوده. وقتی فرد وارد این شرایط میشه، مغزش خاموشه. نه آگاهی داره، نه آینده نگری داره، نه علم داره، نه خرد داره، هیچی. برمیگرده به قوانین طبیعت، قانون جنگل: بکش تا کشته نشی. با این فرد هم وارد دعوا اصلا تو فرار کن، یه همچین چیزی دیدی فرار کن، مهم نیست میگن چقدر ضعیفی، هر چیزی، زنده بمونی بهتر از اینه که بمیری. باز هم میگم من تایید نمی کنم که تو باید وارد یک نزاع بشی، ولی اجتناب ناپذیره. تو یک مردی، تو یک موجود مذکری و بالاخره همچین چیزی در زندگیت حداقل یک بار اتفاق خواهد افتاد. اینها رو مد نظر قرار بده. حالا میخوام صحبت رو بیارم به سمت هر دوی شما عزیز. شما 2 نفر رزمی کار هستید. یک سری فنون یاد میگیرید، یک سری فعالیت ها میکنید. یه پرانتز باز بکنم نسبت به شما دختر عزیزم. من اصلا کاری به حرف های مادرت ندارم که میگه با این مدل شخصیت و زندگی شوهرگیرت نمیاد، دختر باید لطیف باشه فلان. ما اصلا وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. ما اصلا با هیچ کاری نداریم. اتفاقا ورزش عالیه، ورزش زیباست، ورزش بهترین فعالیت بدنیه، ورزش اصلا باید باشه تو زندگیت. ما سر این صحبتی نمیکنیم. اصلا هر مدل ورزش خوبه، حتی شطرنج، اصلا کاری با اون ور قضیه نداریم. موضوع بحث چیز دیگه. پرانتز رو ببندم. شما 2 نفر رزمی کار هستید. یک سری فنون بلدید، یک سری حرکات بلدید، یاد میگیرید هر چیزی. با چه هدفی این حرکات رو یاد میگیرید؟ با هدف امتیاز گرفتن از داور. نزاع خیابانی داوری نداره که
دستی بالا ببره، سوتی بزنه، هر چیزی شما و طرف مقابل رو که خیلی با هم گلاویز شدید از هم جدا بکنه. نزاع خیابانی، رینگ و تشک مبارزه نیست، آسفالت و جدوله. کوچکترین ضربه‌ای میتونه فاجعه به بار بیاره. نزاع خیابانی فدراسیون و کمیته انضباطی و ناظر نداره. نزاع خیابانی با ورزش‌های رزمی خیلی فرق داره. بذار براتون یک مثال بزنم. شما مثلا فرمودید که دختر شما تکواندو کاری. بله. من ورزش رزمی بلد نیستم، ولی این رو میدونم که مثلا مثال داریم میزنیم، یک مدل فن، یک مدل حرکت هست که شما یاد میگیری اون رو انجام بدی، پاتو با چه قدرتی، چه زاویه‌ای، چه شدتی، چه سرعتی، هر چیزی تکون بدی، اصطلاحاً یک لگد بزنی و هر جایی از بدن حریفت که لازمه برخورد بکنه و یک امتیاز بگیری. تو این رو یاد نمیگیری که چجوری باید لگد بزنی فک طرف خورد شه. اینو بهت یاد نمیدن. خیلی فرق داره. تمام فنونی که شماها دارید یاد میگیرید برای امتیاز گرفتن، برای آسیب زدن نیست. بله ممکنه مثلا گلپسر از اون که کاراته کار میکنن یه فنی بزنی، یه پایی بندازی پشت پای طرف بخوره زمین و سرش بخوره به زمین و بمیره. مگه تو قاتلی؟ مگه تو مجرمی؟ بذارید یک چیز خیلی جالب واسهتون تعریف کنم. قطعاً مایک تایسون رو میشناسید. بوکسوره. تو خیلی از فیلم‌های هالیوودی دیدش. یک بوکسور سیاه‌پوسته، الان سنش بالاست، سمت چپ صورتش یه خالکوبی خط مانند داره. مایک تایسون قهرمان بوکس بوده یه زمان خیلی زیادی، بازه زیادی ببخشید. در زمان اوج ورزشش مایک تایسون 2 اسطوره داشت. یکی محمد علی کلی بود که خب همه میشناسنش. یکی یک رپر بود اسم توپاک و همونطوری که میدونی توپاک کشته میشه و قاتل توپاک اون زمان ناشناس باقی میمونه. طی تمام اون سالها که قاتل توپاک ناشناس بود معذرت میخوام، مایک تایسون تو خیلی از مصاحبه‌هاش، تو خیلی از صحبتاش، همه جا هر موقع اشاره به این موضوع میشد میگفتش که من اگر قاتل توپاک رو ببینم فقط 10 ثانیه زمان لازم دارم تا بکشمش. 1 ثانیه برای اینکه ببینمش، 7 ثانیه برای اینکه برسم بهش و 2 ثانیه برای اینکه یک مشت بزنم توی گیجگاهش. سالها بعد، نزدیک به تقریبا بیشتر از 10 15-16 سال بعد، یک فردی خیلی مظنون میشه به اینکه قاتل توپاکه و خب خودش هیچ وقت تکذیب نمیکنه این رو که قاتل توپاکه. قاتل توپاک نیست. و توی یه دونه مصاحبهاش با همون فرد میگن مایک تایسون همچین جمله‌ای داره، شنیدی؟ که میگه بله. میگن خب تو چه جوابی بهش داری؟ نگاه میکنه تو دوربین و میگه تو اگر برای کشتن من 10 ثانیه زمان لازم داری، من 3 ثانیه زمان لازم دارم. میبینمت، تفنگمو در میارم و یک تیر میزنم. برو خونه، برو بوکست رو بازی کن، برو ورزشت رو انجام بده، برو توی رینگ مشتت رو بزن. تو قاتل نیستی، تو مجرم نیستی، تو تا حالا توی زندان نبودی، تو تا حالا آدم نکشتی، تو تا حالا تو شرایطی نبودی که بخوای واسه زنده بودنت یکی دیگر رو بکشی، تو تا حالا در شرایطی نبودی که چاقو بذارن در حال بریدن گلوت باشن و خط بقیه‌اش مونده باشه روی نصف گردنت. اینا عیناً جملات اون فرد. 3 مدل ورزش رزمی وجود داره که به شما فنونی رو یاد میده که باهاش میتونید آسیب بزنید واقعا، اما نه مدلی که توی باشگاه ها تدریس و آموزش داده میشه، بلکه مدلی از این 3 ورزش رزمی که در پایگاه های نظامی آموزش داده میشن. کنگ فو،
بوکس و نینجیتسو. سومی که اصلا حالت چیز داره، در واقع با بلد باشی، چون کار با سلاحه، بله میدونید دیگه، با بلد باشی که در وهله اول به خودت آسیب نزنی تا بخوای وارد مرحله بعد بشی که بتونی به طرف مقابل آسیب بزنی. ارزشش رو نداره به هیچ عنوان. ارزش نداره که شما بخواید وارد، بله ممکنه، اصلا من میگیرم که با یک فردی وارد یک نزاع خیابونی میشید که طرف اصلا مجرم، گناهکار، خلافکار، هر چیزی، یه کاری میکنید میفته زمین، اصلا میمیره. من به نیابت از تمام جوامع بشریت از شما متشکرم، ولی ارزشش رو نداره. وارد نزاع خیابانی نشید چون رزمی کار هستید. خیلی فرق داره شرایط با چیزی که شما توی باشگاه و مسابقات ورزشی دارید تجربه میکنید. خیلی فرق داره، اصلا قابل قیاس نیست. اصلا شما هیچ ایده‌ای ندارید با چی طرفید. در ورزش‌های رزمی شما میدونید طرف مقابلتون چه فنونی بلده، چه کارهایی قراره بکنه. در نزاع خیابانی شما هیچ ایده‌ای ندارید چه اتفاقی داره میفته. پس واردش نشید. در ادامه بحث میخوام برم روی صحبتم رو به سمت دختر عزیزم. برای شنیدن ادامه صحبت‌های مشاور ما که این بار تمرکز کلام بیشتر به سمت دختر خانواده است، وارد قسمت بعدی شوید.